فصل 4. وقتی بچه بودم عادت داشتم به جای برنامه‌ها تبلیغات رو تماشا کنم. برنامه‌ها طولانی بودن و حوصله‌مو سر می‌بردن. اما تبلیغات زود تموم می‌شدن و من میتونستم توپمو بردارم برم بیرون یا حداقل همونجا جلوی تلویزیون روپایی بزنم. اون موقع هیچ وقت فکر نمی‌کردم که در آینده خودمم بخشی از این تبلیغات میشم. اولین باری که جلوی دوربین رفتم به انتخاب خودم نبود. از طرف باشگاه جلوی دوربین رفتم. فکر کنم از همونجا استعدادمو نشون دادم. گفتی اسمت چی بود؟ رونالدو. کریستیانو رونالدو. چه خوب. خب کریس، یا شاید بهتره بگم رونالدو، ها؟ هر کدوم که راحت تری. میدونی ما میخوایم چی کار کنیم؟ آره؟ مربی چیزایی بهم گفته. میخواین یه فیلم بسازیم؟ فیلم که نه، یه چیزی شبیه تبلیغ. میدونی من کارگردان تبلیغاتم. ببینم تو تلویزیون تماشا میکنی؟ نه خیلی. اون تبلیغ کره بادوم زمینی رو دیدی که یه گربه‌ای از بالای کابینت پرت میشه پایین؟ نه شما ساختینش؟ یکی از کارهای اولیه منه، ولی خب خیلی معروف شده. الان اینجا هم یه کار مشابه میخوایم انجام بدیم. یعنی میخوایم تبلیغ بسازیم؟ گروه فیلمبرداری هم اومدن. بچه‌ها دوربینو ببرین اون طرف، چند تا نماز کمپ تمرین بگیرین تا من بیام. خب کریس، باشگاه میخواد برای افتتاحیه استادیوم جدید یه فیلم از کمپ جوانان و امکاناتش تهیه کنه. شاید تو برنامه کانال BVN هم نشونش بدن. واقعا؟ یعنی منم نشون میدم؟ خب تو ستاره کمپ اسپورتینگ هستی. من اصلا تصمیم گرفتم فقط تو رو نشون بدم. پس بقیه بچه‌ها چی؟ بقیه رو ول کن. ببین سناریوی ما اینه که یه روز از زندگی یکی از بازیکنای جوون رو نشون بدیم. کی بهتر از تو؟ از لحظه‌ای که عکستو دیدم گفتم این پسر شماره 28 جون میده برای تبلیغات. اگه بازیکن معروفی بشی میتونی کلی پول در بیاری. یعنی بابت بازی کردن تو تبلیغات خیلی پول میدن؟ از خیلی هم بیشتر پول میدن. البته شرطش اینه که تو انقدر معروف باشی که ارزششو داشته باشی. بس بریم سر کار خودمون، خیلی وقت نداریم. میخوام هر کاری که بلدی جلوی دوربین انجام بدی. خب؟ بازی نمایشی، روپایی، هد زدن، هر کاری که به نظرت جالب و نمایشیه. اون بخشو میخوام تو استادیوم فیلم برداری کنم که حسابی باشکوه بشه. چطوره؟ نمیدونم. عالی میشه. الان میخوایم از زمین تمرین و کمپ جوانان فیلم بگیریم. تو باید خودتو معرفی کنی و در مورد امکانات باشگاه صحبت کنی. میدونی که هیئت مدیره جدید خیلی برای امکانات کمپ سرمایه گذاری کرده. اینو میدونستی؟ نه. به هر حال اصرارشون اینه که گفته بشه این امکانات قبلا نبود و در چند سال اخیر اضافه شده. یعنی من اینا رو بگم؟ آفرین پسر. تو پسر باهوشی هستی، داره ازت خوشم میاد. ولی من که قبلا اینجا نبودم. از وقتی اومدم این وسایل تمرین و کمپ و خوابگاه بوده. آره میدونم. ببین کریس، اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم کل ایده تبلیغات زیر سوال میره. فرض کن داری برای کسایی که اینجا رو نمیشناسن توضیح میدی. خوبه؟ ببینم آماده ای؟ میخوای یه بار تمرین کنیم؟ چی باید بگم؟ همونه که گفتم دیگه. بیا این توپم بگیر دستت که فوتبالی تر بشی. خوبه، خیلی خوب. آماده ای؟ بله. 3 2 1 بگو. سلام، من کریستیانو رونالدو هستم. اینجا کمپ جوانان و کمپ تمرین تیم لیسبونه. اینجا قبل از اینکه منو خیلی دیگه از دوستان بیان اینجوری نبوده. رافائلو، روزی، بیاین اینجا. بیاین دوربینو بیارین اینجا. اینجا یه ستاره داریم. خوب بود؟ عالی بود پسر، تو یه ستاره ای. بذار دوربینو بیارن تا حست خراب نشده بگیریم. زود باشین بچه‌ها، دوربین اونجا. آها خیلی خوب، مواظب باشین. برای هر فوتبالیستی روزی که اولین گلش رو توی بازی رسمی میزنه روز خیلی مهمیه. میشه گفت تولد فوتبالی فوتبالیسته. البته اگه جایی بازی کنین که ازتون توقع گل زدن داشته باشن. وقتی اولین گلم رو برای اسپورتینگ زدم نفهمیدم دارم چی کار میکنم. هیچ خاطری از اون لحظه ندارم.
همه چیز توی هیاهوی استادیوم گم شد. این چیزیه که منو عاشق فوتبال کرده. لذت گل زدن. بچه حواستون به من. یه لحظه همتون خسته نباشین. واقعا برد شیرینی بود. مهمتر از همه برای من این بود که رونالدو کوچولوی ما امروز اولین گلش رو توی لیگ زده. به افتخارش. متشکرم بچه‌ها، متشکرم. خسته نباشی کریس. تو هم خسته نباشی. عالی بودی. گلت معرکه بود پسر، معرکه. نه بابا، گلتی که قشنگتر نبود. یادت باشه قبل از بازی بعد براش شادی بعد از گل تمرین کنیم کریس. آره اصلا یادم نبود. وقتی گل شد یهو احساس کردم همه جا ترکی. همین گل زدن که آدمو سر حال میاره. توپو میشوت یا بعدش بوم استادیوم منفجر میشه. اشارت می‌کنی بسته. کریس یه نفر بیرون منتظرته. کی؟ عمو لیونه؟ نه، یه خبرنگار سمج که میخواد باهات مصاحبه کنه. با من؟ آره دیگه، تو گل زدی پسر. یعنی فقط میخواد با من مصاحبه کنه؟ خودتو جمع کن پسر. یه مصاحبه که این همه سوال نداره. لباستو بپوش، زودتر برو تمومش کن. باید برگردیم کم. با شما رفیق، الان میرم. چشم. خسته نباشید بچه‌ها. خیلی عالی بود. کریس، من پاولا هستم، خبرنگار روزنامه رکورد. خوشبختم. خیلی وقتتو نمیگیرم، فقط چند تا سوال کوتاه. باشه. آماده ای؟ آره من آمادم. کریستیانو رونالدو بازیکن جوان اسپورتینگ امروز در پیروزی 3-0 تیمش برابر تیم موریلنس نقش مهمی داشت و تونست اولین گلش در لیگ پرتغال رو بزنه. کریس چه حسی داری؟ خب خیلی خوشحالم. احساس میکنم نتیجه زحمات خودم و خانواده‌ام امروز خودشو نشون داد. معلومه برای اینکه به اینجا برسی حسابی تلاش کردی. من برای رسیدن به هدفم همیشه تلاش میکنم. به عنوان یه بازیکن جوان که آینده طولانی رو پیش رو داره چه هدفی داری؟ دوست دارم تو بهترین سطح فوتبال دنیا بازی کنم و بتونم با پیراهن تیم ملی موفق بشم. یکی از آرزوام اینه که برای مسابقات یورو 2004 منم تو تیم ملی باشم. هنوز 2 سال مونده و تو کلی وقت داری تا خودتو به فیلیپ اسکولاری نشون بدی. تو اولین بازیکن در تاریخ لیگ پرتغال هستی که در یک فصل برای تیم زیر 16 سال، زیر 18 سال، تیم دوم و تیم اصلی یه باشگاه بازی کردی و تو همه تیما گلم زدی. در مورد این رکورد حرفی داری که بزنی؟ من اصلا نمیدونستم این یه رکورده. خب کریس، حرف دیگه ای نداری که با خوانندگان روزنامه رکورد و هواداران تیمت بزنی؟ من از حمایت همه هواداران تشکر میکنم. به خاطر اوناست که ما توی زمین تلاش میکنیم برنده بشیم. به خواننده های روزنامه رکوردم سلام میکنم و براشون تعطیلات خوبی آرزو میکنم. متشکرم. خواهش میکنم. به نظر میاد خوب مصاحبه کردن و یاد گرفتی. چندمی مصاحبت بود؟ اولی. شوخی میکنی؟ نه، این اولین بار بود که با هم مصاحبه میکردن. یه بار چند هفته پیش یه خبرنگاری از همه اعضای تیم میپرسید چه غذایی دوست دارن که از منم پرسید، اما اون که مصاحبه نیست. هنوز باورم نمیشه. یه جوری حرف زدی انگار سال هاست که داری مصاحبه میکنی. خیلی از بازیکنهای معروف و بزرگ با اینکه این همه مصاحبه کردن هنوز هول میشن. لوئیس فیگو که از همشون بدتره. از آشنایی باهات خوشحال شدم. منم همینطور. ببخشید خانم پاولا. بله. مصاحبه‌ام کی چاپ میشه؟ همین فردا صبح. خداحافظ. خداحافظ. خدای من باورم نمیشه. باید به مامان بقیه خبر بده. همون موقع که داشتم تو تیم اصلی اسپورتینگ بازی می‌کردم، استادیوم جدید باشگاه آماده شد و برای بازی افتتاحیه منچستر یونایتد با همه ستاره‌اش اومد که با ما بازی کنه. تو اون بازی یه موقعیت گل داشتم و یه پاس گل هم دادم. اون موقعی که داشتم بازی می‌کردم، حتی فکرشم نمی‌کردم که اون بازی اونقدر تو زندگی من تأثیر میذاره.
سر الکس فرگوسن از بازی من خوشش اومده بود و مستقیما با مسئولای باشگاه وارد مذاکره شد. آقای فرگوسن، شما خودتونم میدونید که باشگاهی مثل اسپورتینگ با باشگاهی مثل منچستر خیلی فرق داره. سرمایه ما همین بازیکنای جوونی هستن که از سرتاسر پرتغال پیدا میکنیم و بهشون تمرین میدیم. میدونم باشگاه شما همیشه استعدادهای درخشانی داشته، اما چیزی که من توی بازی دوستانه دیروز دیدم فراتر از حد انتظارم بود. بعد از این همه سال مربیگری میدونم چطور در استفاده از کلمات برای توصیف دقت کنم. وقتی میگم فراتر از حد انتظار، واقعا منظورم فراتر از حد انتظاره. شما لطف دارین. چند وقت پیش یکی از هموطناتون که تو انگلیس کار میکنه، ژوزه مورینیو، در موردش با هم حرف زد. مورینیو؟ نمیشناسمش. میگفت زمانی که با یونیون دلریا منتظر بوده تمرین شما تموم بشه تا بیان تو زمین اونو دیده. خب بعید نیست. ببینم الان توی انگلیس مربیگری میکنه؟ یه مدتی اومده بود برای دوره دیدن. فکر کنم از فصل بعد مربی رقیبتون بشه. مربی پورتو؟ من اینجا نیومدم که راجع به مسائل داخلی لیگ پرتغال حرف بزنم. اومدم راجع به پسر فون باسن حرف بزنم. پسر فون باسن؟ خدای من، این لقب دیگه از کجا اومده؟ مورینیو ازش اینجوری تعریف میکرد. جالبه، چون اگه من بودم میگفتم پسر اوزبیو یا حداقل برادر کوچیکه لوئیس فیگو. فون باسن یه بازیکن تکرار نشدنی بود. خیلی راجع به ملیت و حساسیت به خرج نده. ما همه اهل سیاره فوتبالیم. بهتره راجع به پسر حرف بزنیم. احترام من به شما آقای فرگوسن انقدر زیاده که خب نمیتونم پیشنهادتون رو رد کنم، چون شما با صداقت جلو اومدین. خلاف عرف باشگاه اومدین با من مثل دوتا همکار صحبت کردین. اینا برای من خیلی مهمه. اما منتظر همین اما بودم. خب ببینین، اون بهترین ستاره ماست. هوادارا خیلی دوستش دارن. درسته سنش خیلی کمه. من مطمئنم باشگاه میتونه یه سال دیگه پول بیشتری از انتقالش به دست بیاره. جورج عزیز، من مثل همکار ازت خواهش کردم که اون پسره رو بدیش به من. این فقط یه ترانسفر معمولی نیست. این شروع یه تاریخ جدید تو باشگاه‌های اروپاست. من حرف در مورد ترانسفر رو قبول میکنم. برای همین پیشنهادم رو از انتقال به قرض گرفتن تغییر میدم. چطوره؟ خب 1 ساله؟ مطمئن باشین تو منچستر خیلی بیشتر دیده میشه و میتونی سال دیگه رقمش رو بالاتر ببرین. باید شرایطش رو در نظر بگیریم. اون کم سن و ساله و زندگی کردن توی انگلیس براش خیلی سخت میشه. اون از خانوادهش جدا شده و اینجا یه خانواده حضانتش رو به عهده گرفتن. از لحاظ این مسائل یکم خب پیچیده است. هفته ای چقدر بهش میدین؟ ما 50 اسکودا. من هفته 5,000 پوند بهش میدم. با این پول میتونه خانوادهش رو بیاره پیش خودش. خوبه؟ این خیلی زیاده. گفتن این جمله به یه اسکاتلندی که به خساست معروفه خیلی کم اتفاق میفته. یعنی واقعا شما فکر میکنید؟ فکر کنم خودشه. انگلیسیش هم بد نیست. حالا میبینی. بیا تو. بله مربی، با من کاری داشتی؟ بیا تو کریس، بیا. ایشونو که میشناسی. آقای فرگوسن؟ چطوری پسر؟ خوشحالم که میبینمت. ممنون. بشین کریس، بشین. متشکرم. قبل از اینکه بیای داشتم به آقای فرگوسن میگفتم که توی این مدت انگلیسیت پیشرفت کرده. بد نیست، اما شنیداریم بهتر از حرف زدنمه. الانم داری خوب حرف میزنی. کریس، آقای فرگوسن دوست داشتن از نزدیک تو رو ببینن و باهات حرف بزنن. کریس، بله. نظرت درباره منچستر یونایتد چیه؟ خیلی باشگاه بزرگیه. دوست داری یه بخشی از این باشگاه بزرگ باشی؟ البته من و مربیت فعلا در مورد 1 سال به توافق رسیدیم. من آقا؟ دوست داری پیرن قرمز منچستر یونایتد رو بپوشی؟ باید بگم کار آسونی نیست. واقعا نمیدونم آقا. در موردش فکر کن. من دوست دارم که باهات کار کنم. با مربیت
به یه توافقاتی رسیدیم. لازمه با منیجرت هم حرف بزنیم. با کی آقا؟ مگه منیجر نداره؟ نه، راستش یکی از دوستای فامیلیشون کاراش انجام میده. به هر حال باید با کسی که مسئوله به توافق برسیم. در موردش فکر کن. لازم نیست تو جواب بدی، ولی اگه نگران دوری از خانوادت هستی من بهت قول میدم شرایطی ایجاد کنم که خانوادت از اینجا بهت نزدیکتر باشن. واقعا میشه؟ چرا نمیشه؟ منچستر یونایتد یعنی همین دیگه. حتما در موردش فکر میکنم. آفرین پسر. عاقلانه اینه که اول فکر کنی بعد جواب بدی، چون وقتی بازیکن من بشی بیشتر مواقع آرزو میکنی که کاش اون روز جواب مثبت نداده بودم. مربی تجربه لیگ انگلستان رو داره، میتونی ازش بپرسی. راستشو بخوای کریس، اونجا برای آدمای تنبل و کمکار جهنمه، اما برای تو میتونه دروازه ترقی و موفقیت باشه. برای همین خوب فکراتو بکن. من با عمو فرناندو تو لیونلم صحبت میکنم. متشکرم. چیزی نمیخوای بگی؟ آقای فرگوسن ازتون متشکرم برای پیشنهادتون. مطمئنم با هم روزای خوبی میگذرونیم. منچستر جای بازیکنهای سرسخت و جنگنده‌ای مثل توه. خوب فکر کن. بله حتما. مربی بله؟ با من کاری نداری؟ نه، سر تمرین میبینم. باشه. فصل 5. خودتونو بذارید جای من. یه پسر نوجوان که عاشق فوتباله بهش میگن میخوای بیای تو بهترین تیم دنیا بازی کنی؟ ضمناً این شانس رو داری که شاگرد الکس فرگوسن هم باشی. جواب دادم به همچین سوالی خیلی فکر نمیخواست. احساس میکردم واقعاً دارم رویاهایی که همیشه خیلی دور از دسترسم بودن و با دستام لمس میکنم. خیلی لذت بخش بود. ماریا در بازه، بیا تو. ماریا تو آشپزخونه‌ام فرناندو. ماریا دارم سکته میکنم. یه لیوان. چرا اینجوری شدی؟ بشین. بیا بخور. رنگت سفید شده. بیا. جوزه کجاست؟ رفته کافه. میگی چی شده یا نه؟ کسی چیزی شده؟ نه خبر خوبیه، باورم نمیشه. بگو فرناندو. راجب کریسه؟ آره باورت نمیشه ماریا. از لیسبون زنگ زدن. مربیش بود، گفت منچستر یونایتد انگلیس کریسو میخواد. آره یا مریم مقدس بچم. آروم باش هنوز همشو نگفتم. انگلیس از لیسبونم دورتره فرناندو. چطوری آروم باشم؟ الان 2 سال بچه‌مو فقط تو تعطیلات میبینم. اینا مسائل مهمی نیست ماریا. اون الان داره پیشرفت میکنه و این به نفع همه است. با این وضع جوزه خودت که میدونی. کریس همیشه نگران پدرشه. دیگه لازم نیست نگران باشه. اون زنبور کوچولو زده به کندوی عسل. منظورت چیه؟ 10,000 پوند در ماه برای سال اول. چی؟ چقدر؟ میشه هفته 2,500 پوند. به کریس من انقدر پول میدن؟ بله چرا ندن؟ کریس یه فوتبالیست فوق‌العاده است و اونام پول دارترین باشگاه انگلیس هست. تازه این سال اوله، قراره یه سال قرضی بره اونجا بعد قرارداد ببندن. باورم نمیشه. مگه میشه این همه پول؟ خدای من. مربیش گفت سر تمرینه. احتمالاً تمرین که تموم میشه خودش زنگ میزنه. حواست باشه حرفی نزنی که نگرانش کنی. ها مطمئنم این پول زندگی شما رو عوض میکنه. من یعنی میشه یه روزی دیگه مجبور نباشم برم آشپزخونه کار کنم؟ فکر کنم یه چیزی داره میسوزه. خدای من یادم رفت زیر غذا رو خاموش کنم. ماریا با شما میتونید برید اونجا، هم مواظب کریس باشین، هم دیگه لازم نیست کار کنین. چی میگی فرناندو؟ ما پاشیم بریم انگلیس چی کار کنیم؟ ببین الان مهمترین مسئله اینه که کریس توی کشور غریب احساس راحتی کنه و بتونه خودشو نشون بده. تو که اینقدر به خاطر موفقیت پسرت سختی کشیدی الان نباید تنهاش بذاری. ضمناً نظر مالی هم به نفع همتونه. خب کریس میتونه اینقدر پول در بیاره که لازم نیست شما کار کنین. این چیزیه که خودش هم میخواد.
نمیدونم، واقعا گیج شدم. باید با خودش صحبت کنم. تمرینش کی تموم میشه؟ خب فکر کنم چند ساعتی مونده. بهتره قبلش با ژوزه صحبت کنیم. اصلا چطوری بریم کافه سراغش؟ میتونیم جشن بگیریم. باشو بریم. آره بهترین کاره. غذامم که سوخته. همونجا یه چیزی میخوریم. ژوزه وقتی بشنوه شاخ در میاره. بریم فرناندو، بریم. تا من ماشین رو روشن میکنم تو هم آماده شو. من زود آماده میشم. انگلیس یک کشور مثل بقیه کشورهای دنیا. از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مثل همه کشورها ویژگی‌ها و نقاط ضعفی داره. اما برای عاشق فوتبال یه بهشت واقعیه. البته فوتبال باشگاهی تو انگلیس از همه چیز مهمتره. وقتی میگم از همه چیز، منظورم واقعاً همه چیزه. از بچه‌های 2 ساله تا پیرزنای 90 ساله همه به فوتبال فکر میکنن. و این خیلی بی‌نظیره. به تمرین کردن زیر بارون عادت داری؟ سلام آقا. نه خیلی عادت ندارم. برای همین فکر کردم بعد از تمرین یکم بیشتر شوت بزنم. کارلوس بهم گفت که ازش اجازه گرفتی تنهایی تمرین کنی. تمرین ضربه آزادم چیزیه که توی برنامه‌ات گذاشته بودم. بله آقای کیروش بهم گفت که شما خواستین ضربه های آزاد و سانتامو بهتر کنم. کارلوس مربی خیلی خوبیه. این که هموطن و همزبونته خیلی بهمون کمک میکنه. منم از این که یه پرتغالی مربی تیمه خیلی خوشحالم. قربان لباستون خیس شده، میخواین بریم اونجا صحبت کنین؟ من اسکاتلندی ام پسر جون. اگه بارون نیاد شرایط برام غیر عادیه. امروز صبح که بیدار شدم با اون بارون شدید صبح فکر میکردم تمرین صبح کنسل میشه. اینجا اگه از آسمون سنگم بباره تمرین کنسل نمیشه. بله. بیشتر از 100 ساله که در هر شرایط آب و هوایی تیم داشته تمرین میکرده. درست. کم کم به این چیزا عادت میکنیم. به نسبت لیگ پرتغال لیگ انگلیس فیزیکی‌تر و خشن‌تره. کارلوس بهم گفت که شبا تو سالن بدنسازی تمرین میکنی. بله. آفرین. باید بیشتر عضله داشته باشی تا با یه تنه پرتت نکنن تو تماشاچیا. نه تازگی ها وزنم بیشتر شده، اما مطمئن باشین هیچ وقت نمیذارم کسی پرتم کنه تو تماشاچیا. آدامس میجایی؟ آره مرسی. بیا بریم بشینیم رو نیمکت. میخوام در مورد یه موضوعی با حرف بزنم. بیا. بله خب بریم. کارلوس بهم گفت که خواستی پیرن شماره 28 رو بپوشی. بله تو اسپورتینگ هم شمارم همین بود. این شماره مال کسی دیگه ایه؟ نه شماره ای نیست که خیلی سرش دعوا بشه. اما من میخوام یه پیشنهاد دیگه ای بهت بکنم. چه پیشنهادی؟ پیرهن شماره 7. شماره 7؟ من؟ تو لیاقتشو داری. خیلی دوست دارن شماره 7 باشن، اما این پیرهن قبلا تن آدمای مهمی بودی. جورج وست، استیو کابل افسانه‌ای، برایان رابسون، اریک کانتانوی دیوانه و آخرین نفرم دیوید بکام. در موردش خیلی فکر کردم. تو یه ترکیبی از همشون هستی. شم گلزنیت مثل کانتونا قویه و مثل بکام دقیق و هنرمندانه با توپ رفتار میکنی.
آره تو لیاقتشو داری؟ من واقعا نمیدونم چی بگم. تمام تلاشمو میکنم که لیاقت این شماره رو داشته باشم. خب پس شماره 28 رو نمیخوای؟ معلومه که نه. وقتی میتونم شماره 7 رو بپوشم با هم شوخی میکنی؟ خیلی خوب برو تمرین تو بکن. واسه متشکرم آقا. راستی کریس، خانوادت کی قراره بیان اینجا؟ آخر این هفته. خوبه. حالا دیگه منچستر مثل خونته. میتونی با خیال راحت به توپ و دروازه فکر کنی. برو سر کارت برو. چشم آقا. اولین روزای حضورم تو منچستر روزای رویایی بود. با قراردادی که بسته بودم میتونستم خانواده‌مو رو بیارم پیش خودم و ازشون حمایت کنم. مادرم بعد از سالها کار سخت میتونست استراحت کنه و از زندگیش لذت ببره. هیچ حسی مثل داشتن خانواده آرامش بخش نیست. برای فوتبالیست حرفه‌ای خانواده یعنی همه چی. خودشون مامان بابا به خونه جدیدتون خوش اومدین. خدای من نگاه کن. دیدی بهت گفتم این خونه نیست که، قصره. بیاین تو، اینجا تازه اولشه. بذار ببینمت، بذار بغلت کنم. از وقتی اومده اینجا چه خوشتیپ شده. آره این لباسا باید خیلی گرون باشه. پسرم تو منچستر یونایتد بازی میکنه، معلومه که باید لباسای گرون بپوشه. برای شما هم از همین لباسا میخرم پدر. بیاین ببینین از خونه خوشتون میاد. برای هممون جا داره. وقتی بچه‌ها بیان اون بالا براشون به اندازه کافی اتاق هست. بیاین بریم اتاق خوابتون رو بهتون نشون بدم. اول آشپزخونه رو نشون بده. کریس؟ بله. اون پایین پله ها انباریه؟ نه پدر، استخر و سوناست. خدای من استخر؟ بله. تو خونه؟ بله پدر. اینجا رو ببین، این از آشپزخونه یه رستوران هم بزرگتره. خدای من کلی وسایل پیشرفتم داره. از این فرا که تو تلویزیون تبلیغ میکرد، حتی از این هواکشای مدل جدید. اینا رو تو خریدی کریس؟ نه، اینجا رو با تمام وسایلش برام اجاره کرده. البته کلی وسیله کم داره که باید بخرم. راستی مامان بچه‌ها که میان؟ خواهرات هفته دیگه میان، اما هوگو درگیر دانشگاه، شاید نتونه به این زودی برسه. ولی واقعا عالیه. میبینی ماریا تو این خونه همه چی پیدا میشه. از همین الان ریخت و پاش نکن جوزه. اینجا مثل خونه خودمون کوچیک نیست که بشه راحت مرتبش کرد. ماما لازم نیست شما این کارا رو بکنی. یه روز در میان خدمتکار میاد همه جا رو تمیز میکنه. باغبونم میاد چمنا رو میزنه و به درختا میرسه. خب پس اینجوری هیچ کاری نمیمونه که ما انجام بدیم. شما میتونین استراحت کنین و از زندگی لذت ببرین. البته بد نیست کمی به زندگی و گذشتت فکر کنی و اخلاقای بده تو بذاری کنار. ماریا خودت میدونی که من تازگی ها زیاد سمتش نمیرم، فقط گاهی حرفشو باور نکن عزیزم، از صبح تا شب تو کافه نشسته جام نمیخوره. اشکالی نداره، پدر میتونه این مشکل کوچیک رو حل کنه. ما همه بهش کمک میکنیم. متشکرم پسرم. من واقعا از این که تو با این سن کمه تونستی برای خانوادت کاری بکنی خوشحالم پسرم. حالا چرا گریه میکنی؟ پدر خرابش نکن دیگه. تو کاری که من هیچ وقت نتونستم برای خانوادم انجام بدم و انجام دادی. بس کن جوزه. ازت متشکرم پسرم. پدر من هر چی دارم از شما و مامان دارم. خواهش میکنم دیگه این حرفو نزن. بذار بغلت کنم.
یکی از شانسام تو منچستر حضور کارلوس کیروش تو کادر مربیگری منچستر بود. این که یه مربی درجه که پرتغالی دستیار فرگوسن بود به من روحیه میداد. کارلوس هم خیلی هوامو داشت. به جرئت میتونم بگم اون بود که منو برای رسیدن به تیم ملی تشویق میکرد. کریس چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ ببخشید آقای کیروش، تلفن تو جیب کاپشنم مونده بود. هنوز خیلی بهش عادت نکردم. چند بار از فدراسیون بهت زنگ زدم، پیدا نکردن، به من زنگ زدن. مشکلی برای اجازه کارم پیش اومده؟ نه، فدراسیون انگلیس نه، فدراسیون خودمون پرتغال. ITC مشکل پیدا کرده؟ تو چقدر بدبینی پسر، همش به فکر مشکلی. آخه از فدراسیون خیلی به من زنگ نمیزنن. لیست جدید تیم ملی اومده. میخواین بگیم منم، یعنی فیل بزرگ منو دعوت کرده؟ چرا دعوت نشده باشی؟ تو الان یه ستاره‌ای، مثل اینکه یادت رفته داری کجا بازی میکنی. اینجا منچستر یونایتد پسر جون. کار سختیه. یعنی ممکنه منم برای یورو 2004 تو تیم باشم؟ مطمئن باش با این بازی که داری از خودت نشون میدی کنار بقیه ستاره‌های پرتغال میدرخشی و قهرمانم میشی. شما فکر میکنین پرتغال قهرمان میشه؟ بعد از ناکامی تو جام جهانی حالا وقتشه که پرتغال فوتبالشو به دنیا نشون بده. از اون نسل طلایی فقط لوئیس فیگو تو تیم مونده و یه عالمه ستاره‌های ناشناخته فرصت دارن تو این جام خودشونو نشون بدن. و به نظر من تو میتونی مهمترین ستاره جام باشی. من؟ مطمئنی؟ آخه من هیچ وقت تو تیم ملی بازی نکردم. تو با مربی مثل اسکولاری میتونی تیم کشورمونو به جاهای خوبی برسونی. تو پرتغال میگن اگه فیل بزرگ نتونه موفق بشه شما مربی تیم ملی میشین. روزنامه از این حرفا زیاد میزن. شایدم یه روزی مربی تیم ملی بشم. هر کسی آرزوشه بتونه برای کشورش افتخار بیاره. منم خیلی دوست دارم بتونم کاری بکنم. ما همیشه بهترین بازیکنان رو داشتیم. رئال مادرید، بارسلونا، میلان، همین تیمای انگلیسی. هر کدوم حداقل یه ستاره پرتغالی تو آلبوم افتخاراتشون داشتن. اما تیم ملی هیچ وقت نتونسته کار بزرگی بکنه. حداقل اگه اون فینال 66 رو برده بودیم الان یه جام داشتیم، درست مثل انگلیسی‌ها. خیلی ها فکر میکردن نسل طلایی پرتغال با اون همه بازیکن افسانه‌ای میتونه خیلی پیشرفت کنه. اما فوتبال همینه گریس. یه اشتباه داوری و اون درگیری‌ها تو بازی فرانسه نسل طلایی رو به جایی رسوند که تو جام جهانی ژاپن و کره به کره جنوبی هم باختیم. شاید بالاخره تو خاک پرتغال این طلسم بدشانسی بشکنه و ما هم به یه جام برسیم. همه چی دست شماست. من یه چیزایی توی بازیت میبینم که میتونه به تیم ملی هم کمک کنه. آقای فرگوسن بعدش نمیاد در مورد تو با فیلیپ اسکولالی صحبت کنه. چه صحبتی؟ نظرش اینه که توی تیم ملی هم مثل منچستر به تو آزادی بدن که سمت چپ و راست بازی کنی و نذارنت مهاجم نوک حمله. مگه قرار مهاجم باشم؟ با توجه به لیستی که اعلام شده تو رو جزء مهاجمین حساب کردن. آقای فرگوسن روی این مسئله خیلی حساسه. به نظرتون آقای اسکولاری قبول میکنه؟ این چیزی نیست که تو نگرانش باشی. بهتره به کار خودت برسی. بله چشم. در ضمن کریس. بله. از این به بعد حواست بیشتر به تلفنت باشه. چشم حتما. خداحافظ. خداحافظ. گوش کنین بچه‌ها، گوش کنین. اینجا استادیوم ناسیوناله. وقتی پاتون میذارین تو این استادیوم و لباسی رو میپوشین که پرچم کشورتون روش دوخته شده، شما دیگه اون فوتبالیستای گرون قیمت نازنازی باشگاه‌های خوشگل اروپا نیستین. شما سربازای کشورتونین. باید از حیثیت کشورتون دفاع کنین. باید تا آخرین قطره خونتون بجنگین. اگه دشمن شکستتون بده شما جلوی ملت سرفکنده میشین.
ما میزبان مسابقاتیم. همه چیز اونقدر به نفع ماست که اگه قهرمان نشیم مثل اینه که یه تیمی بتونه تو برزیل به تیم ملی برزیل 7 گل بزنه. میتونم بگم سخت‌ترین کار برای ما اینه که قهرمان نشیم. کسایی که منو میشناسن میدونن که برای من فوتبال مثل جنگه. همه ی بازیکنان من باید کتاب هنر جنگ و مو به مو حفظ باشن. کتاب هنر جنگ کتاب تاکتیکای منه. من هیچ وقت هیچ تیمی رو برای فوتبال بازی کردن تو زمین نفرستادم. ما میریم تو زمین که بجنگیم با بیشترین توان. برای همین میخوام که سربازای خوبی باشین. خیلی خب فعلا اف کافیه. یکم استراحت کنید بعد 2 تیم میشیم. بچه هم کاوراتون رو بهتون میدن. کریس. بله مربی. من صدا کردین؟ بیا. بله مربی. ببین کریس، من با رونالدو خاطرات خوبی داشتم. با رونالدینیو هم دوران بدی نداشتم. بله. اما میخوام بهترین دورانمو با کریس رونالدو داشته باشم. یعنی تو. من تمام تلاشمو میکنم. نه تمام تلاشت کافی نیست. من جون تو میخوام. چی؟ نمیفهمم. یه کتابی میخوندم راجع به اسطوره‌های بین النهرین. میدونی کجاست؟ همون جایی که الان اسمش عراقه؟ آره، اونم همون طرف هست. اونا مثل ژاپنی‌ها افسانه‌های جنگی و حماسی تاثیرگذاری دارن. یه اسطوره‌ای دارن که اسمش یادم نیست، ولی اون قهرمان برای پرت کردن یه تیر که انگار خیلی در سرنوشت جنگشون تاثیر داشته جونشو در کمان میذاره و به سمت دشمن پرت میکنه. اونقدر از قدرتش استفاده میکنه که وقتی تیر رها میشه دیگه جونی نداره و میمیره. تو میفهمی یعنی چی؟ خب فکر میکنم اما مطمئن نیستم. برای بازی تو تیم ملی باید جون تو بذاری کریس. باید همه ی وجود تو پشت توپی بذاری که میخوای به سمت حریف شلیک کنی. اون تیمی که مقابلته فقط حریفت نیست، دشمنته. اومده که نذاره ما تو زمین خودمون قهرمان بشیم. میخوام تو این جام سرباز پرچمدارم تو باشی کریس. تو یه چیزی تو بازیت هست که میتونه ازت یه فوتبالیست وحشی بی‌نظیر بسازه. یه ترکیب دقیقی از خشونت و ظرافت. این چیزیه که من بهش علاقه دارم. فکر میکنم منم به این سبک علاقه دارم. خب اگه خوب بجنگی تو ستاره اینجا میشی. قول میدم مربی. قول میدم جونمو بذارم. آقا برو کاورتو بپوش و هنر جنگو به من نشون بده. برو. بله فرمانده. بیاین بچه‌ها. فصل 6. برای یه فوتبالیست حرفه‌ای یه مدیر برنامه خوب مسئله مهمیه. کسی که هم کارشو بلد باشه و هم بشه بهش اعتماد کرد. از اونجایی که شوهر خواهرم ژوزه سابقه این کارو داشت و استخدام کردنش به نوعی حمایت از خواهرم بود، ازش خواستم که مدیر برنامه هم باشه. جدا کردن کار و حیطه روابط خصوصی کار آسونی نیست، اما باید بهش عادت کرد. چطوری قهرمان؟ خوبم ژوزه. امروز زود بیدار شدی؟ یه قرار کاری داریم. نه من واقعا حوصله‌شو ندارم ژوزه. نمیشه بزنیمش برای بعد؟ ببین کریس، قرارمون چی بود؟ یه بازیکن موفق همیشه به حرف مدیرش گوش میده. الان اول صبح روز تعطیلی تو بهتر همون شوهر خواهرم باشی تا مدیر برنامه. بی خودی داری سخت میگیری کریس. قرار چند کلمه حرف بزنیم و قرارداد بنویسیم. همین. قرارداد؟ چه قراردادی؟ تبلیغات قهرمان، تبلیغات. میتونیم کلی پول در بیاریم. نقده؟ از نقد هم نقدتره. تو فکر کن از همین الان تو جیبته پسر. اون حوله رو بده. خوشم میاد وقتی اسم پول میاد حواست جمع میشه کریس. بگیرش. حالا تبلیغ چی هست؟ من با یکی از دوستام تو لیسبون صحبت کردم. اونم پاولو پادراو رو معرفی کرده. اینجا مدیرای تبلیغات درجه 1 زیاد دارن، اما کسی که هم درجه 1 باشه و هم پرتغالی باشه
فقط یه نفره، پائولو پادراو. حالا این مدیر تبلیغات چیکار قراره بکنه؟ خب با آژانس‌های مختلف مذاکره میکنه، طرح‌هاشون رو بررسی میکنه و مهمتر از همه تا جایی که میشه قیمتو میبره بالا. بیا بریم یه چیزی بخوریم. بریم پسر، بریم. باورت نمیشه که چقدر پول از تبلیغات در میاد کریس. تازه هنوز مسابقات یورو شروع نشده. من مطمئنم بعد از یورو قیمت چند برابر میشه. اصلا خوشم نمیاد اینجوری مثل برده ازم کار بکشن و روم قیمت بذارن. ببین جوزه، من یه فصل خیلی خوب و تو منچستر تموم کردم و همه ی عنوان‌هایی که میشد به دست بیارم و به دست آوردم. الان میخوام چند روزی استراحت کنم تا اردوی تیم ملی شروع بشه. این کارا حواس آدمو پرت میکنه. داری سخت میگیره کریس. چیزی که برام مهمه فقط فوتباله. من هنوز خیلی راه دارم که برم. نمیخوام فوتبالم تحت تاثیر شهرتم ضعیف بشه. سر الکس همیشه در مورد این مسئله با هم حرف میزنه. پس میگی چی کار کنیم؟ بعد از مسابقات یورو به دوست پرتغالیمون هم همینو بگو. خیلی وقت نمیگیره. حداقل بذار تا بعد از مسابقات از عکسات استفاده کنن. باشه، عکس اشکالی نداره، اما من نمیخوام درگیر بشم. خودت تصمیم گیری کن، فقط حواست باشه. البته دوست ندارم از من برای تبلیغ جنسای بنجل و چیزایی که برای سلامتی مردم ضرر داره استفاده کنن. میفهمی چی میگم؟ آره خیالت راحت باشه. ببینم صبحانه نمیخوری؟ نه من میرم که پائولو رو ببینم. تو هم استراحت کن پسر. میخوام برم یکم وزنه بزنم. برای نهار میبینمت. پس تا نهار. جام ملت‌های اروپا در پرتغال اولین جام مهمی بود که تجربه می‌کردم. با اون ترکیب و مربی مثل لوئیس فیلیپه اسکولاری و البته حمایت همه مردم پرتغال می‌رفتیم که طلسم فوتبال پرتغال رو بشکنیم و اولین جام مهم رو به مردم هدیه کنیم. واقعاً روزهای عجیبی بود. خب بچه‌ها گوش کنین، تمرین تمومه. همه بیان اینجا، همه بیان. خسته نباشید، جمع شین. خسته نباشید مربی. خب تمرین خوبی بود، خسته نباشید. فردا جام شروع میشه و ما اولین تیمی هستیم که خودمونو نشون میدیم. اما گویا بدشانسی از همین اول میخواد راهمونو ببنده. کسی میدونه بدشانسی چیه؟ یونان؟ دقیقاً همون که فیگو گفت. یونان یعنی بدشانسی. وقتی با روسیه و یونان و اسپانیا هم گروه شدیم همه از اسپانیا میترسیدن، اما من نگران یونان بودم. اسپانیا تو مشتمونه، مطمئن باشین که لهشون میکنیم. اما کار سخت‌تر بردن تیمیه که 24 سال تو مسابقات یورو نبوده و مهمتر از همه یه مربی آلمانی داره. گوش کنین، همه ما فیلم بازیاشون رو دیدیم. اونا میان که همه فضای بازی رو از ما بگیرن. این کلک یونانه. اگه دست من بود تیمایی که اینجوری بازی میکنن و به جرم دشمنی با فوتبال برای همیشه محروم میکردم.
استراتژی اصلی یونان ضد فوتباله. معروفه که اوتری هاگل از فوتبال متنفره، از هنر فوتبال بدش میاد. برای همین بازیکناشو تربیت کرده تا بازی حریفاشون رو خراب کنن. ما باید حواسمون جمع باشه که تو دامشون نیفتیم. رونالدو و فیگو هدف اصلی اونان، چون فوتبال ما از این دوتا بازیکن شروع میشه. فردا قبل از بازی دوباره با هم حرف میزنیم. اما میخواستم این نکته مهمو بگم که فردا ما برای فوتبال میجنگیم، برای اینکه نشون بدیم هنر فوتبال زنده است و یونانی ها با تمام خدایان کوه المپ هم نمیتونن از پس هنر فوتبال بر بیان. خب آماده این که به همه دنیا نشون بدیم فوتبال یعنی چی؟ خوبه، حالا برین استراحت کنین. یادتون باشه فردا روز بزرگیه. کریس، فیگو، یعنی اینجا کارتون دارم. بله مربی. بله. میدونین که شما دوتا هدفهای اصلی یونانی ها هستین؟ فکر کنم بهتره نزدیکتر به وسط بازی کنیم. اگه من سمت راست و کریس سمت چپ و خیلی لب خط بازی کنیم، احتمال اینکه بتونن کنترلمون کنن بیشتره. منم میتونم دریبل بزنم و برم سمت دفاع وسطش. نه بچه اشتباه نکنین. راهی که از وسط دفاعشون رد میشه میره به جهنم. ما باید کناره ها رو کنترل کنیم و روی ضربه های سر کار کنیم. اگه جواب نداد خب بازی مستقیم انجام میدیم. برا مهم نیست دیگران چی میگن، اگه لازم باشه از دقیقه 1 بازی مستقیم انجام میدیم. من میتونم بیام عقب‌تر تا کریس بره سمت محوطه جریمه. روی سانتات حساب میکنم کاپیتان. از بچگی آرزو داشتم یه پاس از تو بگیرم و بزنم تو گل. مطمئن باش تو اینجا چندین بار به آرزوت میرسی. مگه نفی؟ خیلیا میگن این پسره از جمهوری چک. میلان باروش؟ آره میلان باروش. خیلیا میگن اون آقای گل میشه، اما من میگم نونو گمش خودمون یا رونالدوی خودمون. مهم نیست کی آقای گل میشه، مهم اینه که کی جامو میبره بالای سرش. درسته. 4 جولای که فینال تموم میشه اون جام باید تو دستای تو باشه فیگو، میفهمی؟ آره جام مال ماست فیل، مطمئن باش. منم تمام تلاشمو میکنم. کریس از این جملات خیلی خوشم اومد. بیل شنکلی اسطوره لیورپول میگه پیروزی فقط بردن نیست، استفاده از تمام توانمون پیروزی واقعیه. برای همین من همیشه میگم تلاشمو میکنم. ایده خوبیه. منم خوشم اومد. این کریس واقعا مخش کار میکنه، مگه نه فیل؟ خیلی کار میکنه. هیچ کس باورش نمیشد بازی اولو به این راحتی ببازیم. مهمتر از همه کسی باورش نمیشد بازی افتتاحیه جام تو فینال هم تکرار بشه. این فرصت رو داشتیم که از یونان انتقام بگیریم و قهرمان بشیم. لحظات سختی بود. خب بچه‌ها برای رسیدن به این مرحله خیلی زحمت کشیدیم. حالا فقط یه بازی مونده. همون تیمی که اولین بازی رو جلوش باختیم و همه رو نگران کردیم حالا دوباره جلومون ایستاده و همه نگرانن. اما این دفعه فرق میکنه. اون تیمی که روز افتتاحیه از یونان باخت اسپانیا و انگلیس و هلند رو نبرده بود. ما همه گولا رو شکست دادیم تا به این مرحله رسیدیم، اما اونا با بازی بسته و ضد فوتبال به اینجا رسیدن. به خاطر فوتبال، به خاطر اینکه دنیا ببینه فوتبال واقعی چیه، باید این بازی رو ببریم و اون جام لعنتی رو بالای سرمون ببریم. میخوام مثل جنگجوهای واقعی برای دریدن حریف برین تو زمین. آماده این؟ بله مربی. خیلی خوب، دیگه وقت نمایشه.
پیش به سوی قهرمانی. بیای بچه‌ها، پیش به سوی قهرمانی. پیش به سوی قهرمانی. کریس باشو مرد، دیگه تموم شد. باورم نمیشه، فقط یه قدم باش فاصله داشتیم. وقتی داشتیم میرفتیم تو زمین جام اونجا بود، هممون دیدیمش و از کنارش رد شدیم. اما حالا تو رختکن یونانیاست دارن باش جشن میگیرن. فوتبال همینه. تو تازه فوتبالت شروع کردی و هنوز کلی راه داری و میتونی امیدوار باشی. شاید جام جهانی بعدی آخرین بازیای من برای تیم ملی باشه. اونی که باید گریه کنه منم، نه تو. پس چرا گریه نمی کنی؟ چون عادت کردم، هم به برد هم به باخت. همیشه اولین فینالی که از دست میدی خیلی دردناکه، درکت میکنم. اما تو فوتبال حرفه‌ای بهش عادت میکنی. باختن هم مثل بردن یه کیفیته. یا به جام میرسی یا بهش نمیرسی و متوجه میشی باید بیشتر تلاش کنی. تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم. وقتی هم سن تو بودم هنوز داشتم تو پرتغال بازی میکردم و تو تیم ملی هم ذخیره بودم. قدر موقعیت تو بدون پسر. تو 19 سالته و هنوز سالهای مهم فوتبالتو شروع نکردی. متشکرم که بهم رویه میدی. بذار یه چیزی بهت بگم. تیم ملی خیلی مهمه و باید براش زحمت کشید. اما میدونی چرا هیچ وقت نمیتونیم به جایی برسیم؟ چرا؟ چون لیگمون به قدرت لیگای دیگه نیست. چون زیرساختای فوتبالمون از 20 سال پیش تغییری نکرده. برای همین با بهترین بازیکن‌ها و داشتن حق میزبانی هم نتونستیم قهرمان بشیم. اگه قراره به جایی برسیم از همین الان باید شروع کنیم. شاید 20 سال دیگه بتونیم کاری انجام بدیم. خب یونانی هم که لیگشون قوی نیست. این تیم نتیجه لیگ نیست، نتیجه تفکر یه مربی نابغه است. اوتوری هاگل سیستمای همیشگی فوتبال هک کرده پسر. چی کار کرده؟ هک کرده. مثل دزدایی که به کامپیوترت میزنن تا اطلاعات کارت اعتباری تو بدزدن. اون هم سیستمای تیمای اروپایی آنالیز کرده و یه روشی برای خنثی کردن همه نقشه های تهاجمی پیدا کرده. مطمئنن این روش خیلی دوام نمیاره. مربیای دیگه میفهمن چطور از پسش بر بیان. اما تو این جام که کسی نتونست نقطه ضعفشون رو پیدا کنه. اگه با فوتبال جوان مردانه میبردن شاید انقدر ناراحت نمیشدیم. ما جامو تو خونه خودمون از دست دادیم. هیچی بدتر از این نمیشه. مثل جام جهانی 1950 که برزیل تو خونه خودش تو ماراکانا جامو به اوروگوئه داد. این باختم تو تاریخ ثبت میشه. مطمئنم یه روزی ما هم اسممونو به عنوان قهرمان ثبت میکنیم. بعد از من احتمالاً این بازوبند به تو میرسه. ثبت میکنیم ببینیم چی کار میکنی پسر. خیالت راحت باشه. وقتی فینالو باختیم فکر میکردم دنیا تموم شده. تو بازی‌های مرحله حذفی یه درگیری با وین رونی ستاره تیم ملی انگلیس و همبازیم تو منچستر باعث اخراج رونی شد.
و تو انگلیس همه منو مقصر حذف تیمشون میدونستن. تو استادیوم وقتی توپ بهم میرسید سوت میزدن و فوش میدادن. بعد از اون فینال تلخی ها هنوز ادامه داشت. بعد از موضوعی که تو بازی پرتغال انگلیس اتفاق افتاد، تو استادیوم علیه کریس جو بدی راه افتاده. همه اونو مقصر اخراج رونی و باخت انگلیس میدونن. در حالی که هممون میدونیم وقتی کسی تو تیم ملی بازی میکنه به مسئله باشگاهی فکر نمیکنه. ولی اینجا انگلستانه. فوتبال باشگاهی از همه چیز مهمتره. از تیم ملی که چی؟ از جون ملکه هم مهمتره. میدونم، ولی بعید میدونم کریس بتونه این جو رو تحمل کنه. تو 2 بازی که از فصل جدید خارج از خونه داشتیم هر وقت توپ زیر پاش میرسه سوت میکشن. برای بازیکنی که تکنیکی و باید تمرکزش بالا باشه خیلی سخته. شنیدم یه مصاحبه‌ای کرده، تو خوندیش؟ آره، اونجوری که همه میگن حرف رفتن رو نزده. گوش کن کارلوس، در مورد کریس فعلا رفتنی وجود نداره. من اونو خیلی لازم دارم. این همه پول خرجش نکردم که به خاطر یه بازی ملی از دستش بدم. من با کریس حرف میزنم، تو هم بیشتر حواشو داشته باش. میتونیم از این بحران عبور کنیم. یه مسئله دیگه هم هست. راجع به کریس؟ پدرش مریضه. بعید میدونم خیلی دوام بیاره. مگه نگفتی الکل رو ترک کرده؟ عوارض بعد از ترک بدجوری ضعیفش کرده. این میتونه روحیه کریس رو بدتر کنه. در مورد پدرش که کاری نمیشه کرد. اما در مورد اون مسئله من با رونی صحبت میکنم. میگم تو مصاحبه‌هاش اشاره کنی که کریس تقصیری تو اون ماجرا نداشته. بهت قول میدم تماشاگرها خیلی زود این ماجرا رو فراموش میکنن. تو انگلستان کسی خیلی به فوتبال ملی اهمیت نمیده که به خاطرش بخواد یه فصل به خودش زحمت سوت زدن بده. ولی اگه پرتغال بود احتمالاً تا آخر عمرش صدای سوت میشنید. میتونم بیام تو؟ بیا تو کریس. سلام. بشین. سلام. کارلوس برو به برنامه تمرینت برس. بسیار خوب. برای تمرین میبینم کریس. حتما مربی. حال پدرت چطوره؟ خیلی خوب نیست. دکترها گفتن همه تلاششونو میکنن. من یه عادتی دارم. وقتی نمیتونم در مورد چیزی کاری انجام بدم یا وضعیتی رو تغییر بدم بهش فکر نمی کنم. خودم رو خلاص میکنم. میذارم ذهنم آزاد بشه و پرواز کنه. منم میخوام همین کارو بکنم. در مورد مسئله پدرم حق با شماست. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که مطمئن بشم برای درمانش امکانات کافی وجود داره و از خدا بخوام کمکش کنه. اما در مورد وضعی که تو استودیوم پیش اومده کاری نمیتونم بکنم. خیلی رو اعصابت تاثیر میذاره؟ نمیتونم روی توپ تمرکز کنم. فاصله زمین با تماشاگرای ردیف اول اونقدر کمه که همه فوشا و مسخره کردنشون رو میشنوم. میدونی چرا اونقدر روی تو حساس شدن؟ فکر کنم به خاطر ماجرای اخراج رونیه. نه این ظاهر قضیه است. اونا نگران این هستن که تو امسال آقای گل بشی. تو پارسال بهترین بازیکن جوان لیگ شدی و امسال میتونی بهترین بازیکن لیگ بشی. این چیزیه که اونا ازش میترسن. بذار یه چیزی بهت بگم. تو این کشور تیم ملی خیلی مهم نیست. اونا به فکر باشگاهاشون هستن. میدونن که تو یکی از ستونهای موفقیت یونایتد هستی و میخوان این ستون رو از ما بگیرن تا نتونیم موفقیت‌های پارسال رو تکرار کنیم. واقعا فکر میکنین دلیلش اینه؟ به من اعتماد نداری؟ نه، من بیشتر از هر کسی به شما اعتماد دارم. پس حرفمو قبول کن. اونا میخوان کریس رونالدو تو منچستر نباشه. اما کاری که ما میکنیم چیه؟ اینه که بیشتر عصبانیشون کنیم. میخوام یه کاری کنی که بیشتر سوت بزنن. اونقدر سوت بزنن که گوششون کرشه و دیگه نتونن سوت بزنن. میدونی چجوری کاری کنی که بیشتر سوت بزنن؟ آره میدونم. وقتی دریبل میزنم و کارهای نمایشی میکنم بیشتر سوت میزنم.
وقتی تکنیکمو نشون میدم بیشتر عصبانی میشم. آفرین. اگه میخوای یه ستاره بزرگ باشی کریس، باید از این سودها انرژی بگیری. میخوام تو بازی بعدی که برای سود میکشن از همون سودها نیرو بگیری و به تیمشون گل بزنی. اونقدر دریبل بزن و حرکات نمایشی انجام بدی که بلند و بلندتر برات سود بکشن. حتما مربی، حتما. کریس، مطمئن باش خیلی طول نمیکشه که این سود کشیدن ها تبدیل به تشویق و دست زدن میشه. هرچی شما بگی مربی. تو یه ستاره کم نظیری هستی که تازه متولد شده. نذار مشکلات کوچیک جلوی راهتو بگیرن. تمام عنوانها و جامهای مهم دنیای فوتبال در انتظارته اگه قوی باشی و نذاری مشکلات راهتو سد کنن. به هم قول میدی که این کارو میکنی؟ بله آقا، قول میدم که نذارم هیچ کس و هیچ چیزی جلوی موفقیتمو بگیره. آفرین. این روحیه یه فوتبالیست واقعی. درسته که موفقیت زندگی آدمو عوض میکنه، اما سختی ها و شیرینی های زندگی همیشه همراهشه و نمیشه ازشون فرار کرد. اگه کسی صدای منو میشنوه و فکر میکنه شرایط خیلی سختی داره، من کریستیانو رونالدو بهش میگم هیچ شرایط سختی همیشگی نیست و همیشه برای آدمهای امیدوار راه رهایی پیدا میشه. از اینکه به قسمتی از داستان زندگی من گوش دادین متشکرم.